سلام مهربانی رشته. خوش اومدید به دومین قسمت دونر گیجلره. بله امروز قراره یه غذای خیلی پرطرفدار، البته غذا نه، یه سالاد خیلی پرطرفدار که اسمش سزاره. باشه عزیزم. سری قبل قسمت اول خوشحالانمون بود. یعنی عالی بود، یعنی غذاش فوق‌العاده بود. خیلی فوق‌العاده بود. ما یه زبان سر ترکمنی داریم. ödünevon ahmaktır, ernevon arımsak diye. doğru değil mi؟ همون یعنی اینکه هر کسی از خودش تعریف کنه آدم خوب و جالبی نیست. خواستم بهتون بگم که امروز اینطوریه که نه مجری معلومه نه شف معلومه و قراره کلی چالش داشته باشیم و اینکه مجازات هم این قسمت داریم. اینجاش خیلی خطرناکه. چالش اول. بله. ما یه دونه سیب زمینی داریم. وای این پیازه بچه‌ها ببخشید. بله. دوباره ما یه دونه سیب زمینی ببخشید. یه دونه پیاز داریم و یه دونه سیب زمینی. برای انتخاب شف هر کی دقیق ترین میوه رو نصف کرد، ترازو هم اینجا داریم. اون شفه. پس من این میوه رو انتخاب میکنم. نه عزیزم. چرا؟ سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. 69 گرم 70 گرم 150 گرم بله 240 گرم برنده این قسمت از چالش منم. پس شف این قسمت منم. کمک آشپز. خب دوستان میریم سراغ غذا. راستی اسپانسر این برنامه بچه ماهان پروتئینه. مواد لازم: سیر، زیتون، سس، لیمو، پنیر پارمزان، نون و این کاهو. چرا این از این کاهو هست؟ از اونجایی که کاهو پیچ همیشه با همه تایم پیدا نمیشه، برای اینکه همه مردم بتونن همین غذا رو درست کنن، من از این کاهو گرفتم. بعد خب. این چیه؟ مجازات. اگه غذا این سری تایید نشه. از اونجایی که اسپانسر برنامه ماهان پروتئین و یستاوه قراره که این سالادو مثل سری قبل با دونر استفاده کنیم و درست کنیم. استفاده کنیم چیه؟ درست کنیم. درست کنیم. حالا بیا. داشتم بهتون میگفتم مهمترین قسمتش کاهوهاشه دیگه. کاهو باید سال سزار هم تازه باشه هم اسم سزار از کجا اومده به نظرت؟ قشنگ سالاد خارجیه نه؟ چرا همه ایرانی‌ها فکر میکنن سالاد سزار یه سالاد خارجیه؟ خب چون خارجیه دیگه. 800 سال قبل میلاد اینطوری میشه که رومیا میان ایران. رومیا میان ایران میرن سبزوار. بعد در زمانهای مختلف این کنه به چند قسمت اسمش عوض میشه. سالاد سبزوار، سالاد سیبزار، سالاد سزار. نه بابا. رسیپی سزار اصلا سخت نیست. فقط کافیه که کاهوها رو که رنده نیست بابا، خورد کردیم. ما میریم سراغ سسش، چون سس سزار خیلی مهمه و جزو ضرورات و الزامات کاره. یه چند تا حب سیر رو ما قراره که خوردش کنیم، لهش کنیم. سیر رو له کنید. درسته که آب سیر رو بگیرید. آب سیر بله، چون قرار شب قبل خواب یه لیوان آب سیر بخوره که بتونه راحت بخوابه. بچه‌ها منظورم پوره سیبه. پوره سیبه. بچه‌ها سیر که له شد، خب ما سیرا رو به سس اضافه می‌کنیم. به سسمون هم یک قاشق روغن و یک قاشق هم آب لیمو اضافه می‌کنیم. مطمئنم برنامه آشپزی که نگاه می‌کنید کلی دم و دستگاه دارن. خب من ندارم اینجا، پس یه لحظه من دستمال بگیرم. ادامه بدید. پس چیکار کردم؟ سس، یک قاشق سیر، یک قاشق روغن، یک قاشق هم لیمو که به این صورت آب لیمو رو میگیریم و بهش اضافه میکنیم. یکم هم بهش نمک و فلفل و آویشن اضافه میکنیم. آویشنه.
بهش ادویه اضافه میکنیم که میشه شامل نمک و فلفل. یاد بگیر. حالا سلیقه‌ای یا مثلا میتونی کم بریزی زیاد بریزی. من خودم غذای تند خیلی دوست دارم. اینم نمک. خب این میشه سس سزار ما و اینطوره که ما باور کن من نمیدونم چرا این برنامه رو قبول کردیم. چرا شروع کردیم؟ خب تو که آشپزی بلد نیستی چرا الان داری برنامه آشپزی رو می‌بینی؟ ترکیبات توستم اینا: روغن زیتون، آبیشن، فلفل و سیر که من خودش رو اضافه کردم. شما میتونید پودر سیر هم اضافه کنید و همین ترکیبات رو میایین به نون توستتون. بزنم کمکت کنم؟ نون توستمون اضافه میکنید. خیلی خوشمزه میشه. خیلی. سیرش سلیقه‌ایه دیگه. ما نون توستا رو اینجا داخل گاز پلیت میذاریم، ولی شما تو خونه میتونید یه مایتابه رو داغ کنید و نون توستی که حالا روغن و اینا زدین رو روش اضافه کنید. قشنگ میذاریم که نون توستامون سرخ بشه. سرخ بشه چون داخل روغنه بذارید سرخ بشه. سرخ چیه؟ باید توست بشه. توست. بله به همین صورت اینا سوخت. سوخت. نه سوخت. دروغ نگو. سوخت. خب دوستان همین صورت حالا سلیقه‌ای اونا سوخت. بردار تو رو خدا. بس همه کارا سلیقه‌ای. بسوزون سلیقه‌ای. درست کن سلیقه‌ای. نون توستای ما آماده است دوستان. نون توستا که آماده شد به 4 قسمت مساوی برشش میدیم. حالا البته ما اصلا به حرف من گوش میدی؟ من چون تو تلویزیون اینجوری دیده بودم. خب مطمئنا همتون سزار رو یا گریل شده خوردین یا سوخاری، ولی با دونر که نخوردین. پس ما میخوایم درستش کنیم. این ترکیب ما میخوایم امتحان کنیم. البته پخت با دونر کار راحت تر هم میکنه. میدونین چرا؟ چون تو 4 دقیقه آماده میشه و اینکه مزه دار شده است. کلا آماده است. فقط باید شما بسته رو ببینید. صدا رو بگید. اینم از نون. محتویات داخلش. همش رو بریزم. خب دیگه سلیقه‌ایه. این دونر ما نه روغن میخواد نه هیچی. همه چیز اوکی آماده است. فقط اندازه یه قاشق اگه یخ زده بود یکم آب بریزین تمام شد رفت. و منتظر میمونی که یکم دونرامون توی 3-4 دقیقه خیلی راحت آماده میشه. دیگه دغدغه گریل و سوخاری شدنشو نداری. خودتو تکون نده، اونو تکون بده. بچه‌ها میتونید به کاهوتون سس اضافه کنید، میتونید نکنید، سلیقه‌ایه. ولی من با سس دوست دارم، اونا دوست داره دیگه. خب بس اضافه میکنیم. اول سس رو اضافه میکنیم. توستا رو اضافه میکنیم. روغن زیتون. من روغن نه. ببخشید. خود زیتون. خود زیتون. بچه‌ها از اونجایی که من میگم آشپزخونه گرمه، خانم آشپزی کرده گاز رو خاموش نکرده. به خاطر اینکه مونا از گوجه گیلاسی خوشش نمیاد، ما بهش خوشم میاد ولی خارش میگیرم وقت. آره به خاطر همین بهش اضافه نکردیم، ولی شما میتونید بهش اضافه کنید. یعنی باید اضافه کنید. سالاد سزار گوجه گیلاسی حتما باید داشته باشه. خب حالا میریم سراغ دونرها دوستان. این دونرها رو قشنگه. ببین قشنگ بگیرا کارو. دستم یکم کثیف شد، اشکال نداره. میریم سراغ سسمون مونا جان. سسو به شما دستگیرش بهداشتین دست نکن. یه لحظه. قراره که شما زیاد داری حرف میزنید، دهنتون بسته باشه که بیننده ها خودشون ارما شف من وایسا. نه نزن نکن میز روانی وای لباس خراب کردی. برن اونجا که سسا اضافه کنید به سزار اضافه میکن. دیگه به سزار اضافه میکنیم بچه‌ها و اینطوری میشه که سزار ما یه سزار خیلی خوشمزه در میاد و به این صورت ما با چنگار باید بخوریم. سسو بهش اضافه میکنیم و قراره که یه مقدار هم پارمزان بهش اضافه کنیم. پارمزان
تو دستیاری، دشمنی، دوستی، چی؟ اون غذایی که خانمی قریشی درست کردن و من نمیخورم، چون من کلا سالاد خور نیستم. چیزای گیاهی دوست ندارم. چرب و چیلی، مثلا دونر گوشت یا مرغ با یکم گوجه میخوام درست کنم. روغن آتیش حتما خوب نزن باشه. خیالتون راحت بکش پایین، بکش پایین، میام از رو بردارش. بچه‌ها به نظرم سالاد هم یه غذای خیلی سالمه، همین که با کلی چالش‌های فراوان بالاخره سالاد سزار ما هم آماده شد دوستان و از اسپانسر عزیزمون دعوت میکنیم که بیان و غذا رو تست کنم انجام و بدن. نظرشون رو. سلام. فقط پیاز دونم نشون میدم. پیاز آورده به خودش. سوغانا بد تازه نبد. پیاز نمیخوریم فقط. این بیرون این چی بود اونو؟ سلام. جزوی از گارنیش بود. Gönlümün yarası çıkkenanın belası kavuşmak öyle zor değil ki sadece iki parmak arası susmaz gönül. Biraz çok saniye. چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید لطفا. ما دیگه زنگوله هم روشن کنید. من به خاطر رفاقت از دارم گریه میکنم. این محصول هیچ مواد افزودنی نداره و کاملا ارگانیکه. کافیه که فقط یه بار امتحانش کنید. راستی دوستان، تا یادم نرفته بهتون بگم که ما سه‌شنبه ها و جمعه ها رأس ساعت 8 شب مهمون خونه هاتون هستیم. امیدوارم که از این برنامه لذت ببرید و حمایتمون کنید.